دوستان عزیزم سلام. همراهان خوب کانال یوتیوب پویوت وب رضا نظربیگی هستم. درس های 0 تا 100 جاوا اسکریپت رو داریم. در ویدیو قبلی استارت کارمون رو با عملگرها زدیم. چند تا از اپراتورهای معروف جاوا اسکریپت رو باش آشنا شدیم. توی این ویدیو ادامه کار رو خواهیم داشت، با عملگرهای دیگه آشنا میشیم که در خلال ویدیو به طور کامل دربارش باهاتون صحبت خواهم کرد. ازتون درخواست دارم لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. خب مبحث عملگرها رو ادامه میدیم. فقط قبلش یه موردی رو بهتون بگم. برای استرینگ هامون، برای رشته ها، جایی که از حروف استفاده میکنیم فقط برخی مواقع میشه از عملگرها درست استفاده کرد. خیلی جاها شما ارور میگیرید. برای مثال من اگر بیام و اینجا یک دستوری رو تعریف کنم با عنوان مثلا t به علاوه مساوی k و اینجا در داخل داکیومنت رایت درخواست کنم که t رو نشون بده و F5 رو بزنم، تهران کرمان رو به من پشت سر هم نشون میده. در اصل داره تهران به علاوه کرمان رو جایگزین t وریبل t میکنه که تهران بود. به جای اینکه تهران نشون بده، حالا این دوتا رو با هم جمع کرده و نشون داده طبق اون فرمولی که بهتون یاد دادم که البته سمیکالن هم نباید به هیچ وقت فراموش بشه. اما اگر بیایم سراغ موارد دیگه، مثلا به جای به علاوه من ضربدر استفاده کنم، یعنی شیفت و 8 رو بزنم و ضربدر رو اینجا بزنم، خب چطور میخواد تهران و ضربدر کرمان کنه؟ فقط اعداد ضرب میشن در هم دیگه. پس من اگر اینجا F5 رو بزنم میاد و به من ارور میده، هیچ داده ای رو نمیتونه برگردونه. پس خیلی برای حروف و کلمات و اینجور موارد روش حساب نکنین، برای اعداد به کار میره اکثرا. خب این موارد پاک کنیم. داکیومنت رایت رو هم همینطور بریم سراغ عملگرهای بعدی. یکی دیگه از عملگرهای مهممون عملگرهای مقایسه‌ای ان، کامپریزن اپراتورها، که خیلی هم کاربردی ان. در درس‌های آینده متوجه میشیم که به چه کاری میان. مقادیر true و false رو به ما برمیگردونن. true به معنای درست و false به معنی غلط رو به ما برمیگردونن و در اصل یه جوری نتیجه کارن. بیاین حالتهای مختلفش رو در نظر بگیریم. یه دستور مینویسم، مثلا میام اینجا مشخص میکنم که برای مثال e، که البته باید در قالب یک وریبل اینو بنویسم، وریبلم رو مینویسم و e رو مشخص میکنم و حالا میخوام از جاوا اسکریپت درخواست کنم که به من نشون بده نتیجه گیری من درسته یا غلط. بعد یه مساوی بذاریم به این حالت و میخوام بپرسم که A مساوی B هست یا نه. منظورم چیه؟ دارم میگم در قالب یک وریبل جدید به اسم E مشخص کن که A و B آیا با همدیگه برابر هستند یا نیستن، مساوی یا نیست. مساوی این کار رو انجام میده. بعد میام در داخل داکیومنت رایت E رو مینویسم که نتیجه E رو اینجا به من بده. F5 رو میزنم و false رو به من برمیگردونه. میگه A و B مساوی همدیگه نیستن. حالا A چی بود؟ A عدد 20 و B عدد 5. خب معلومه که 20 و 5 با هم مساوی نیستن. اگر B هم 20 بود الان true رو به من برمیگردون. ببینید من اینجا به جای B 5 اینجا می‌نویسم 20. یه F5 اگر بزنیم true رو داره به من برمیگردونه. میگه بله A و B مساویان. اینو دوباره برش گردونیم به همون عدد 5 قبلی. حالا این برای مساوی بود. برای عدم تساوی چی کار میکنیم؟ به جای مساوی می نویسیم علامت تعجب مساوی و حالا اگر F5 رو بزنم میگم دارم دستور میدم به جاوا اسکریپت که برای من مشخص کن آیا A و B با هم مساوی نیستند یا خیر. F5 رو اگر بزنیم میگه درسته، این دو تا با هم مساوی نیستن. یکی دیگه از مواردی که میتونیم استفاده کنیم کوچیک‌تره، یعنی من اینجا بیام این دو تا مورد رو حذفش کنم و علامت کوچیک‌تر رو بذارم. الان دارم میپرسم که آیا A کوچیک‌تر از B هست یا نه. F5 رو اگر بزنم false رو برمیگردونه. A کوچکتر از B نیست. A 20 و B 5. پس 20 کوچکتر از B نیست. ما کوچکتر مساوی، بزرگتر و بزرگتر مساوی رو هم میتونیم استفاده کنیم در این راستا. یعنی بعد از این مورد، بعد از علامت کوچکتر مساوی رو هم بذارم و F5 رو بزنم، بازم false رو برمیگردونه، برای مساوی هم نیستن. و میتونم حالا برم سراغ بزرگتر، علامت بزرگتر رو بنویسم، بگم آیا A بزرگتر از B. F5 رو بزنم، صحیح رو نشون میده، true رو نشون میده، بله A بزرگتر از B. حالا بزرگتر مساوی رو اگه بزنم، F5 رو بزنم، باز هم true رو برمیگردونه، بله بزرگتر یا مساوی B، که همین موارد رو میتونیم به درستی امتحان کنیم. حالا بیاین برای string هم همین مورد رو بررسی کنیم. من میام پایینتر و یه وریبل دیگه مینویسم، مثلا وریبل F برابر باشه با T و K رو میخوام چک کنم که استرینگ تهران و کرمان رو اینجا داریم دیگه، عدد نیستن، اینجا رشته داریم. میخوام T رو مساوی K قرار بدم، سمیکالن فراموش نشه، و اینجا بیام در داکیومنت رایت F رو فراخوانی کنم، وریبل F رو ببینیم چیه ما تحویل میده. F5 رو بزنم، false رو داره به من برمیگردونه. اینجا میاد
حروف رو بررسی میکنه، تمام کاراکترها رو در اصل بررسی میکنه. چون مشابه همدیگه نیستن پس فالس رو برگردوند. اگه در داخل این موردم دقیقاً می نوشتیم تهران و F5 رو می زدیم true رو برمیگردوند. این دوتا کاملا برابر بودن با همدیگه. پس شما میتونید در این مورد از استرینگ هم استفاده کنید. حالا که در ارتباط با این مورد باهاتون صحبت کردم، میخوایم بریم سراغ یه عملگر دیگه به اسم عملگرهای منطقی یا logical operators. اجازه بده این دوتا وریبل آخر رو کامنت کنم، دوتا وریبل جدید بنویسم. برای مثال یه وریبل مینویسیم g مساوی باشه با a و b رو میخوایم ببینیم آیا با هم مساوی هستن یا نه. پس a مساوی b سمیکالن فراموش نشه، یه خط بیایم پایینتر. یه وریبل دیگه اینو اسمشو میذارم g مساوی آیا A مساوی نیست با B، این رو هم بنویسیم که علامت تعجب بود با مساوی و B و سمیکالن فراموش نشه. اولین عملگر منطقی که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم با علامت and یا امپرساند مشخص میشه. من یه دکمه اینتر میزنم، یه خط پایینتر، یه وریبل جدید مثلا اسمشو میذاریم L و مساوی. من میام وریبل های G و H رو با هم دیگه بررسی میکنم. اینجا مینویسم وریبل G دو تا امپرساند یا همون علامت and رو مینویسم و H و سمیکالن. بعد میام در داکیومنت رایت وریبل آخرم رو فراخوانی میکنم که L بود. چی کار داریم میکنیم؟ با این کار تمام طرفین معادله رو با هم مقایسه میکنیم که اگه تمام موارد این معادله درست بود مقدار true رو به ما بده و اگه یه دونش حتی درست نبود false رو به ما برگردونه. مثلا در وریبل H داریم مشخص میکنیم، داریم سوال میپرسیم از جاوا اسکریپت که A و B آیا مخالف همدیگه هستن یا نه، یعنی برابری ندارن. در واقع true یا false رو ازش میگیریم و گزینه G وریبل G هم داره این موضوع رو میرسونه که A و B آیا با هم به طور کامل مساوی هستن یا نه. اگه یکی از این موارد فالس باشه جواب وریبل L هم فالس خواهد شد، ولی اگه جواب تمام معادلاتی که اینجا داریم true باشه در نهایت true رو به ما تحویل میده. خب الان یکی از این دو تا مورد فالس دیگه، یعنی A و B برابر هم نیستن. A 20 B 5. بنابراین چون یکیشون ایراد داره من اینجا اگر F5 رو بزنم گزینه فالس رو به من داره برمیگردونه. اگر این رو نداشتیم یا مثلا اینجا به جای C به جای عدد 2 5 رو داشت و اینجا A و C رو هم با هم مقایسه میکردم F5 رو میزدم، اجازه بدین من یه بار بررسی کنم. ببخشید اینجا B باید مساوی C قرار بگیره. ما داریم میگیم B مساوی C، B مساوی C پس true رو به ما برمیگردونه. A مساوی B نیست، A هم مساوی B نیست، پس هر دوتا true ان و اگر الان F5 رو بزنم گزینه true رو داره به من برمیگردونه. پس در این حالت با دو تا نشانه and داریم طرفین معامله رو با هم مقایسه میکنیم که اگه همه چیش درست بود true رو بده، اگه حتی یک موردش اشتباه بود به ما false رو پس بده. در این مجموعه ما یه عملگر دیگه هم داریم، یه عملگری به اسم or. این مورد and بود، مورد بعدی or هستش. من یه وریبل دیگه تعریف میکنم، اجازه بدین یه خط بیایم پایینتر، یه وریبل تعریف کنیم مثلا به اسم P و G رو بنویسم. بلافاصله دو تا ورتیکال بار میذاریم که با دکمه‌های شیفت و بک اسلش میتونیم این کار رو انجام بدیم و در روبروش هم H رو مینویسم، سمیکالن هم بذارم. کاری که این مورد انجام میده، کاری که مورد or انجام میده اینه که اگه هر کدوم از طرفین این معادله درست باشه true رو به ما برمیگردونه. یه F5 بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من البته باید P رو جایگزین کنم در داکیومنت رایت و دستور بدم که حالا P رو به من نشون بده. F5 رو میزنیم و true رو برمیگردونه چون حداقل یکی از این طرفین معادله درست عمل کرده. حالا من بین این وریبل‌ها یه دونه دیگه هم تعریف میکنم، یه وریبل I هم تعریف میکنم و میام میگم که A کوچیکتر از B که اشتباه باشه. ببینید A 20 B 5، A 20 کوچکتر از 5 نیست، پس این مورد اشتباه است. حالا اگر من بیام به جای این H I رو بذارم چه اتفاقی میفته؟ دوباره F5 رو بزنیم باز هم true رو برمیگردونه، به خاطر اینه که حداقل یکی از طرفین معادله درسته و اگه همون یه دونه هم درست باشه به ما true رو برمیگردونه. حالا توی همین دسته عملگرای منطقی یه عملگر دیگه داریم به اسم not. کاری که انجام میده منفی میکنه همه چی رو. اگر یک چیزی درست باشه برای مثال فالسش میکنه، true باشه فالس میشه. به چه شکلی؟ برای مثال ما وریبل G رو داریم که گفتیم B برابر با C و true رو برای ما برمیگردونه مطمئنا، چون B و C هر دو عدد 5 رو نشون میدن، پس بله برابره و true رو میگیریم. ولی اگر من بیام اینجا یه وریبل جدید تعریف کنم و مثلا وریبل S
و این رو از عملگر نات استفاده کنم براش، مطمئناً به جای true false رو نشون میده، ولی به چه شکلی باید بنویسیمش؟ یه علامت تعجب مینویسیم و G رو مینویسیم، یه سمیکالن. خب G true بوده، با این علامت تعجب من اگر برم سراغ خروجی و وریبل S رو درخواست کنم به من نشون بده، F5 رو بزنیم، به جای true false رو به من برمیگردونه، کارو برعکس میکنه. و اگه بریم سراغ یه مورد مخالف این چه اتفاقی میفته؟ مثلا بریم سراغ I که A کوچیکتر از B رو داریم میپرسیم و A کوچیکتر از B نبود، قاعدتا اینو برای ما false بعد نشون بده. ولی اگر من اینو بیام سراغ عملگر not واسش، یعنی با علامت تعجب I رو بنویسم، به جای اینکه false رو من برگردونه true رو قاعدتا برمیگردونه. F5 رو بزنیم، false رو برعکس کرد و true رو من برگردوند. خب همونطور که مشخصه جاوا اسکریپت پر از پیچیدگیه و پر از فرمول، کلی مطالب متنوع داره که باید به مرور یاد بگیریم. بنابراین سعی میکنم ویدیوها خیلی طولانی نشن و تا جایی که یک مبحث به اتمام میرسه همونجا ویدیو رو تمام کنیم که شما تو بتونین تمرینش کنید. خیلی خیلی مهمه تمرین کردن. من پایین هر ویدیو تقریبا دارم اینو میگم. در انتهای ویدیو مثل همیشه دوستان ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید، توی کانال یوتیوب پرویت وب سابسکرایب کنید، اون زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندین. باز هم همراه شما دوستان عزیزم خواهم بود. متشکرم. موفق باشید.